خلق تاجیک و ازبک از ازل کشاده‌دل و مهمان نواز بوده. احساسات نجیب به مانند صداقت، بداست، یک دلی در بین این دو قوم معظم به سطح ارزش برداشته شده. این عنعنه ها امروز نیز ادامه دارد. با شرافت سیاست عاقلانه و خردمندانه سران دو کشور همجوار ازبکستان و تاجیکستان، بهار دوستی بین دو قوم معظم از نو حکمران گشته، رفت و آمد به راه مانده شد. خلق معظم این دو کشور از مستحکم شوی رشته های دوستی و برادری و راه مانده شدن همکاری بین دو مملکت خیلی خوشحالند. به قریبی در ولایت فرغانه فورومی بین الخلقی جوانان برگزار گردیده. در آن جوانان تاجیکستان نیز خیلی فعال شرکت ورزیدند. در ایستگاه مرکزی شهر مرغلان نمایندگان حاکمیت‌های ولایت و شهر جوانان فعال فرغانگی همسالان تاجیک خود را با مهر و محبت و احترام خاص پیشواز گرفتند. اشتراک کنندگان فوروم در زیر صدای کرنه سرنی‌ها با خرسندی‌های بی‌پایان می‌رقصیدند. از تشکیل فوروم ممنون بودن خود را اظهار کردند. واقعا امروز باری اول است که من به جمهوری ازبکستان به ولایت فرغانه و به ناحیه مرغلان تشریف آوردیم. از مهمان نوازی، از صمیمیت، از دوستداری و احترام خاصه مردم ازبک بسیار ما شاد شدیم، بسیار ما خرسند گشتیم. چون از قطاره وقتی که بیرون شدیم واقعا یک فضای ایدانه، یک فضای دوستی، یک چهره صمیمی از مردم ولایت فرغانه الکی ما احساس کردیم. واقعا ما بار دیگر منتداری و صمیمیت خاصه جانب تاجیکستان رو برای مهمان نوازی و احترام خاصتان اظهار تشکر میکنیم و مطمئن هستم، امیدوار هستم که این دوستی ما و شما، این برادری ما و شما که از راهبران دو دولت سرچشمه میگیرد، هم پرزیدنت محترم ازبکستان شوکت زیوف میرامونویچ، هم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سرچشمه میگیرد. من مطمئن هستم، امیدوار هستم که این دوستی پایدار باشد، استوار باشد و خدا کند که جمهوری ازبکستان و جمهوری تاجیکستان همیشه با یک صمیمیت همسایه‌داری کنند، احترام کنند و ما و شما افتخار داشته باشیم. ما شما را انتظار هستیم به جمهوری تاجیکستان بیایید. ملت تاجیک نیز مهمان دوست است، مهمان نواز است و ما شما را دوست می‌داریم، احترام میکنیم، مهمانداری میکنیم. سیاحت مهمانانی از تاجیکستان آمده از شهر مرغلان که وطن هنرمندان میباشد آغاز شد. آنها سراول به مرکز هنرمندان شهر مرغلان رفته از جریان تیار نمودن ادرس و اطلس مرغلان دیدن کردند. در چهارچوب فوروم جوانان تاجیکستان امکان پیدا کردند که به جالبترین مکانهای منطقه سفر کنند، با صاحبکاران جوان مثل خود ملاقات کرده تجربه آموزند. آنها در دام 3 روز از جایهای به اعتبار سزاوار ولایت فرغانه دیدن کردند. فرغانه یکی از منطقه های کهن‌ترین آسیای مرکزی به شمار می رود. جوانان تاجیکستان از شهر و نواحی تاریخی ولایت عظیم دیدن کردند. آنها به شهر حقند لطیف سیاحت کرده، به قصر خدایارخان، آثارخانه های تاریخی شهر سیاحت نموده، درباره تاریخ وادی فرغانه به معلومات های زیاد صاحب گشتند. در دوره سفر دلیگاسیون تاجیکستان به ازبکستان ما به ولایت فرغانه به شهر قوقند آمدیم که اولین جایی که ما آمدیم این درباره خدایارخان بود که در اینجا ما را با کرنه و سرنه با همچون دسترخوان تاجیکی هم گویم می شود، یعنی که با نان پیشواز گرفتند و در اینجا ما از درباره خدایارخان از زمانی که گذشته بود از تاریخ آگاه گشتیم و مخصوصا هر یک مثلا سر و لباس یا اینکه اسباب و انجام هایی که او استفاده می برد همه آنها رو دیدن کردیم. این چنین رسم های زیبا، رسم های تاریخی که در آنجا بود و صنعتکاران ازبکستان برای ما یک پیشنهاد خوب هم کردند که همچون ما خود را یعنی که در همون دوره احساس نمودیم که برای ما خیلی خوشحالی آورد و در اینجا ما با جوانان فرغانه شناس گشتیم، جوانان قوقند و این چون خیلی که گفتم سرود و موسیقی نیز خیلی زیاد بود که طبعی ما جوانان تاجیک را خیلی بریده ساخت.
روز دوم آنها به ناحیه رشتان سیاحت کردند و از مرکز هنرمندان ناحیه مذکور که با تشبث رهبر ازبکستان برپا کرده شده است و در آنجا زیاده از 40 هنرمند به کلالگری مشغولند دیدن کردند. مسئول دسته هنرمندان از جمله کلالگران رشتان امروز بازار جهان را ضبط نموده در افزایش حجم صادرات ولایت فرغانه اهمیت بسیار مهم کسب می‌کند. ناحیه رشتان مرکز کلالگری بوده است. من یکچند جایها آمدیم، در آمدیم، بسیار طبق و چاینیک و پیاله های زیبا. وقتی که به دست گرفته نظر می اندازی بسیار می ترسی که از دستت افتیده نشکند، زیرا که بسیار کاری نازک، بسیار کاری مشکل، هر یک رخی بالای چاینیک و طبق مهنت، زحمت، طاقت، عصب آرام را طلب میکند. از دیدار این جایهای زیبا و این کاسه و طبقهای زیبا ما فهمیدیم که مردم این ناحیه مردم زحمتکش، مهنت دوست بوده است. مهنت خود را دریغ نداشته با اویلهشون، با یکجایگی با فرزندانشون مهنت میکنند، نقاشی میکنند. بنهایت زیبا، تاثیرات‌های بنهایت زیبا. جوانان تاجیکستان به هنر کلالگران رشتان شوق و هوس زیاد پیدا نموده من بعد در این سمت به راه ماندن همکاری را اظهار کردند. در نظر داشته شده است که در ناحیه رشتان برای جوانان تاجیکستان نیز مکتب‌های مخصوص کلالگری به راه مانده شده، آنها نیز سر و اسرار کلالگری را از خود می‌کنند، زیرا در تاجیکستان نیز به طبقه‌های چینی و سفالین راشدان طلب خیلی بلند است. مهمانان از کارخانه‌های استحصالی ولایت فرغانه نیز دیدن کردند. روز سوم در مرکز ولایت برنامه کنسرتی برگزار گردیده در آن جوانان صاحب استعداد هر دو کشور برآمد کردند و توسط قرائت شعر و سرودهای دلانگیز و اجرای رقص طبع اهل تدبیر را خوشنود ساختند. میتوان گفت که تشکیل فورومی بین الخلقی جوانان در مستحکم سازی رشته‌های دوستی بین جوانان دو کشور که نسل آینده ساز مملکت به شمار می‌روند اهمیتی بسیار مهم کسب نمود. جهانگیر صابر فریدون پرپیو از ولایت فرغانه جمهوری ازبکستان مخصوص برای شبکه 7 ستاره جمهوری تاجیکستان